دوستای با صفای موشکاف سلام، خوب و خوش و سلامتی؟ آقا این تب زهرماری صیدلی روز به روز بالا و بالاتر میره. اگه الان دم و سنج بذاری زیر زبون ناقص عظما باور کنید جیبه میترکونه. حجت الاسلام بوزقلمون یا همون دستگاه آبقورگیری عظما دوباره هلک پاشد رفت جمعه بازار تا یه پرده کامل از وضعیت قاراشمیش عظما رو به نمایش بذاره. بدبخت میخواست دمدمای دور بعدی مذاکرات ابروی عظما رو درست کنه، هم زد چشمشم کور کرد. اینا میگن ما بنای تغییر نظام رو نداریم. اینا دروغ میگن. دائما اینها سر دعوا و نزاع و مقاتله با شما رو دارن. اینا قصد نابودی شما رو دارن. اینا یا جنگ نظامی با شما دارن یا جنگ نرم دارن، فریب دارن، ستون پنجم دارن، تحریم اقتصادی دارن، تحقیر دارن و زخم زبان دارن و فشار دارن. خب یه دفعه واسه صیدلی یه کفن سفارش بده خلاصمون کن دیگه. تو اومدی به بسیجیای با رفته روحیه بدی یا روانشونو پاک کنی؟ لااقل حمامتو بده بسیجیا به جای واشر استفاده کنن جلوی شرشر نظامو بگیرن. چشم دوختن به از بین بردن تحریم ها و ارتباط با بیگانه، این برای ما کارساز نیست. یعنی منظورت اینه که مذاکره رتته؟ یعنی میخوای میز چپ کنی؟ مطمئنی صیدلی هم همینو میخواد؟ به پا یهو سوتی موتی ندی، سوتک. ما مذاکره رو قبول داریم. ما سر جنگ با هیچ کشوری و دنیا نداریم مگر اینکه اونا با ما بجنگن. ما هم هر کشوری، هر قدرتی علیه ما گزینه‌های نظامی داشته باشد، ما هم مثل همیشه به فضل الهی در سنگر جهاد مشت‌های محکم خودمون رو آماده کرده ایم و دهان یاوه‌گوی هر کسی که قصد جسارت و جرأت داشته باشد خرد میکنیم. بپا با این مشت محکنت یهو جای راکی نگیرنه. بدبخت یه نیشگاز داد، بعد از ترس چپ شدن میز مذاکره ترمز دستی رو کشید. خب همین کارا رو میکنی گیری بوکس بسیجی ها میاد پایین دیگه. بیا این بسیجی رو ببین، نداره دهنشو واکنه شعار مرگ بر آمریکا بده. ببین صدیقی، حالا که گوگیجه ولایی گرفتی یه گازی هم از دم کوسه بگیر. ببین این کوسه خیلی دور برداشته ها، یه حالی بهش بده. شما کجا میرید و چی دارید میگویید؟ این اشتباه را در هر وقتی هر گروهی کرده باشد و فکر کرده باشد این مردم نسبت به دینشون و نسبت به ولایتشون بی توجه شدن یا نسبت به تضاد و دشمنی با آمریکا کمرنگ شدن یا جاهلند یا خدای نخواسته اهداف دیگری رو تعقیب میکنن. مقاومت رمز پیشرفته نه وابستگی. لذا تأکید رهبر عزیز ما به اینه که به ظرفیت‌های درونی تکیه کنیم. بعضیا صبیون یتشیخ هستن، از یه جایی حالا اون چنان میاد لحنی به کار میگیره یه گوشه‌ای که آقا نگاهتون به ملتتون باشه، به داخل باشه، لبخند شما رو گول نزنه. بابا یه چیزایی هست مال رهبری نظامه. رهبری نظام رهبره، باید هدایت بکنه، سیاست‌های کلی با اوه. یه کسی هم یه گوشه‌ای فکر میکنه اونم باید صبیون یتشیخ، اونم باید همینجور حرف بزنه. قربون عمتون برید با این انسجامتون. عاقبت مبخوری زهرخوریه. عاقبت زهرخوریم
استخون جویدنه. بعد جوری گیر کردی سیدلی، دل دریای خونه، کسی دردت ندونه. علی گدا جو منم منگ امامم، قاطی همگی جا چتفنگ امامم، فیزگول سیدلی رو دارن با ویلا میکنن، هرچی نابدتری بود نثار عظما میکنن. این آرزوی ما امام ما رو صدا کنه، یه طوری زیر عباش ما رو دوباره جا کنه. علی گدایی جو منم منگ امامم، خاطی همگی جا چتفنگ امامم، دل دریای خونه، کسی درد چدونه، جان عظما جان نظام چه خر تو خره، حالم خرابه فکره، امام راحلمون که خیلی وقت دمره، دوباره سنگ و شما رو توی چشمام پر عشق، هرچی ما فتوا میدیم هیچکی نمیگیره بکش، ادای مرگ نظام همه رو مشکی پوش کرده، سپاه و بسیجی رو همه رو مثل موش کرده. علی گدایی جو منم منگ امامم، خاطی همگی جا چتفنگ امامم، علی گدایی جو منم منگ امامم، خاطی همگی جا چتفنگ امامم. رقصای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.